سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به ایدیت شو. اگر دوست دارید همچین عکس ایدیت بزنید که ترند این روزهاست، با من همراه باشید. میخوام در عرض چند دقیقه برایتان آموزش بدم. اولتر از همه شما با برنامه اینشات کار دارین. برنامه اینشات که میزنین، گزینه عکس رو میزنین، گزینه جدید رو میزنین، بعد گزینه خالی رو انتخاب میکنین. بعد شما این گزینه رو میزنین، گزینه بوم. بعد شما این گزینه رو میزنین که گزینه 9.16 است. بعد اینو تا ته میکشین، گزینه علامت میزنین. بعد شما این گزینه پس زمینه رو پیدا کنین، دوباره این گزینه رو بزنین، هم پس زمینه، دوباره گزینه علامت، دوباره شما اینجا دوباره گزینه متن رو انتخاب کنید. گزینه متن که انتخاب کردین، شما اینجا یه دونه نقطه بذارین. یه دونه نقطه من مثلا میذارم. بعد گزینه این رنگ ها رو میزنین. بعد این گزینه رو شما انتخاب میکنین، این گزینه رو انتخاب کنید. بعد دوباره برگردین رو حالت متن برگردین. بعد برش فاصله بدین تا برسید به اینجا تا برسید. دوباره از اینجا میتونین اینو میکشین، نقطه رو میتونین حذف کنین. نقطه رو من حذف کردم. دوباره شما گزینه رنگ رو میزنین. بعد دوباره گزینه برچسب رو انتخاب کنید. شما گزینه برچسب معمولا باید روی این گزینه باشه. بعد دوباره شما این گزینه رو که زدین، دوباره گزینه سفید انتخاب کنید. ببینید دوستان، این گزینه سفید. بعد اینو انتخاب کردین، دیدین که بک‌گراند ما کلا سفید شد. بعد دوباره علامت رو میزنین، یعنی کلا از اینجا خارج میشیم علامت زده. بعد اینو بزرگ کنید، مثلا اینجوری بچرخونین، بزرگش کنین، بیارین این لبه. هر لبه‌ای که شما نسبت به همون عکس یا تصویری که انتخاب کردین هست، اینو انتخاب کن، بزرگش کنین تا برسید به اینجا، به این شکل. بعد این گزینه رو که زدین شما، دوباره گزینه متن رو میزنین، گزینه متن. بعد اینجا شما هر متنی که دوست دارین روی عکستون باشه یا هم ظاهر میشه، اون متن رو میتونید انتخاب کنین، 5 تا 4 تا. من مثلا گزینه چند تا کلمه همینجوری میخوام انتخاب کنم که تا یاد بگیرین. اگر این گزینه دوباره همینجوری پس زمینه متن اینجوری برچسب اومد، دوباره میتونیم بیاین رو همون برچسب کلا برداریم، این شکلی کلا برداریم. بعد من گزینه ام انتخاب کردم، من بیارم اینجا تنظیمش کنم روی این. بعد دوباره میرم متن رو انتخاب میکنم، دوباره مثلا این بار این میزنم، مثلا این بار این. بله، اینجوری تنظیمش کنین. دوباره متن رو انتخاب کنید. من مثلا این بار مثلا آر میزنم، بزرگ تنظیمش کنین. سعی کنید متن‌ها با هم دیگه یکی باشن، بزرگ کوچیک باشه دیگه درست در نمیاد. دوباره متن انتخاب میکنیم، مثلا من او انتخاب میکنم، دوباره بزرگش کنین. فکر کنم خیلی بزرگ شدین، یه ذره باید کوچیکش کنم. بله دوستان عزیز، بعد شما اینو که زدین انتخاب کردین، سعی کنید متن‌ها یکی باشه کلا. بعد صادرات رو میزنین، شما صادرات رو میزنین. دوباره این عکس ذخیره شد. دوباره شما این شکل خانه که شما میزنین، خانه رو دوباره از اینجا میایین، گزینه عکس رو میزنین. بعد اینجا دیگه همون عکسی که میخواین روی همون بک‌گراندتون بیاد، عکستون رو انتخاب میکنیم. من مثلا اینجا عکس لامنیا مالا میخوام انتخاب کنم. دوباره اینجا شما این گزینه بوم رو میزنین، گزینه بوم، دوباره همون 9.16 رو انتخاب میکنین. دوباره اینو میکشین تا ته. دوباره گزینه
علامت رو میزنین یا هم تایید. بعد اینجا شما این صفحه رو اسکرول کنین تا برسین به این گزینه. این گزینه که زدین شما الان همون متنی که شما الان ذخیره کردین دوباره اینجا انتخابش کنین. بعد اینو اینجوری اول این تصویرتون رو یه ذره این برتر مثلا بکشین که تنظیمش کنین. مثلا من اینجوری تنظیمش کردم. دوباره حالا این تصویرتون رو بزرگ کنین تا با میل دلتان برسانید. تا اینجا مثلا من اینجا قرارش میدم یا هم میتونی این بر قرارش بدین، فرق نمیکنه. بعد شما این گزینه این سفر کلا اسکرول کنین، این گزینه رو پیدا کنین. این گزینه اینو که زدین شما این گزینه رو بزنین. اینو که زدین شما معمولا این دقیقه مال شما اینجا وای میسته. اینو بزنین تا ته. بعد گزینه علامت رو میزنین. بعد گزینه علامت که زدین عکس ما درست شد دیگه. الان میتونین ذخیرهش کنین. تمام. بفرمایید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک از یادتون نره.